دویناگوز چطورید بچه؟ فرشاد سالین هستم. خوش اومدید بازم با یه ویدیوی جدید، یه چالش جدید با شماها. اونم با کی؟ پوریا پوتک. چطوری پوریا؟ همگی عشق منی فری. خوبین؟ چیپس مخوره نوکرم قربونت برم. آقا یه چالش خیلی باحال داریم. بچه‌ها عکسای بچگیشون رو فرستادن به اضافه عکسای الانشون و معین اونا رو با 2 نفر دیگه گذاشت. یعنی یه عکس بچه می‌بینی با 3 تا بزرگسال، تو با حدس بزنی که کدوم یکی از اون بزرگسالا مربوط به اون عکس بچگی فالوورها و ویورای عزیزمونه. آماده ای؟ به به چه ایده قشنگی. یه ویدیوی خیلی باحالم با پوریا گرفتیم، ترای نات تو لف سم با یه مجازات سمی‌تر که برید حتما تو چنل پوریا. ممکنه با اختلاف، ممکنه الان آپلود شده باشه، ممکنه فردا بشه، ممکنه یه روز این ور اونور بشه، ولی حتما چنلش این پایین هست. برید ببینید. نمیگم هم کی باخته، برید مجازات و اینا رو ببینید، اصلا عجیب غریبه. حتما ویدیو رو هم لایک کنید، سابسکرایب چنل منو پوریا هم یادتون نره. و اما مجازات این ویدیو آقا پوریا چیه مجازات؟ مجازات اینه که چون من دارم وارد پاب عرصه رپ میذارم و کم تجربه هستم، اگر باختی باید توی یک موزیک منو یاری بدی و برای من یک تکست زیبا و یک موزیک زیبا آماده کنی که من با صدای دلنشینم بخونم برای فالوورای عزیزم. 100 قبوله. قبوله؟ آره قبول. پس اگه منم باختم بازم تو آره در کل ما بازندم. بریم. بگو راست، چپ یا وسط؟ اوکی وسط. نه ببخشید چپ. ولی من میگم فکر کنم راستیه باشه. وای من گفتم وسط. به من چپ کردی بعدش گفتی چپ، ولی خوب گفتی حاجی. من فکر کردم راستیه است. آقا دیگه گولم نزن. مطمئنی؟ 1-0 به نفع فرشاد سایلنت. اوکی بریم. 1-0. این بازی 30 امتیاز داره. من چون سایلنت آرمیا رو میشناسم همه رو از دم. آی عزیزم این خانم کوچولو یا ابوالفضل چقدر سخته، ولی از چشم و ابرو و دهنش و مدل خندش سمت راستیه. اوکی وسط بریم. اوه ببین تو درست بگی امتیاز حساب نمیشه براتا، فقط اگه من اشتباه بگم برای تو امتیاز حساب میشه. اوکی. اینو در نظر داشته باش. هنوز 1-0. 2-0. نه دیگه 1-0. نه دیگه 2-0. آها هر کی اشتباه گفت به اون یکی امتیاز اضافه شه. آره. پس 30 امتیاز نداره این بازی. سمت راست. ببین من پاز میکنم که نخوای تو 5 ثانیه بگی، قشنگ تمرکز کن، دقت کن، چشم، ابرو، لب، دهن، بینی همه رو در نظر بگیر. سمت چپ. ببین اونی که اول میاد تو ذهنت تو نمیخوای همونو انتخاب کنی. راست گفتی؟ نه گولم میزنی. اوکی بریم. من خواستم به خدایی تابلو بود راستی است. 2-0. وای چرا پوتک. 2-0 سلطان تشخیص چهره. آقا پسر گل. وای خیلی سخته، ولی من میگم چپ، با اینکه عینک زده چپ از روی مدل وای نمیدونم وایسا. ببین وسطی قطعا نیست. ببین راست پوریا راست. یس نوکرم. بوس به همتون. 2-0. این چرا از چیز تبدیل یه لحظه. این چپی است. یه راهنمایی بهت میکنم. به بینی توجه کن پوریا. چپی است. اگه به بینی توجه کنی قطعا وسطی نیست. ببین اتفاقا دلم یه ضرب گفت وسطی است، ولی من میگم چپی است. چپی برو بریم. باریکلا دیگه به دلت گوش نکن پوریا پوتک. اون 2-0 ما. این بده. این واقعا بده. وسط. اوکی. تو هم حدستو بگو. راستی. سلطان تشخیص های نامنظم. میگم سایلنت آرمی و من این کف دست میشناسم. پوریا پوتک. این بده. چپ. آخه بلونده دیگه، چپی هم بلونده. چپ از بور بودنش فهمیدی ها؟ آره چون دیگه این آره رو با شک گفتی، الان فهمیدی بوره. نه بابا واقعا از بور بودنش. خب آره برو بریم. وای بگو همون 2-0 بمونیم جان عزیزم. مرسی. باریکلا. خیلی ایزی و سریع بهت میگم. چپ بدون اصلا پاوز. ریدی وسط. وای ریدم. تابلو بود. این اصلا تابلو تری بود. ریدم. 2-1. بریم پوریا. این بده. وسطی است. خیلی تابلو بود. آره ولی گرد انگار چپی. اوکی. باریکلا.
این بده خیلی پوریا ایزیه. پوتک. تو الان فهمیدی؟ آره این خیلی ایزیه. ابرو. من میگم چپ. آفرین. وای 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 تو هم اشتباه به حدس میزدی. اگه نوبت تو بود تو هم میگفتی چپ. دو پوریا برو بریم. حساس شد رقابت. پاس کردم. آجی دخترها که ماشین رو رنگ میکنن. ببین اون راستیه که نمیتونه. البته الان لبا رو اینجکشن زیاد میزنن. چپ دی تابلو دیگه این اصلا واقعا فکر نداشت. چرا اتفاقا وسطی هست شک داشتم. 3-2. وای موین دهن سرویس رو ببین که چقدر شبیه به سمت چپی. موینم خوب عکس رو گذاشته. گمراهی خدایی. موین عوضی. کلا دیگه امنیت جانی نداریم نه؟ برو بریم نوبت منه. من ایزی حد میزنم مخصوصا اگه پسر باشه. آفرین. نه زر زدم. از مدل خنده و این داستانا آی راستی هم میتونه باشه ولی وسطیه پوریا. شاید هم راستی باشه ولی گفتی وسطی دیگه ولی راستیه. وای سه. این چقدر گزینه‌های این سخته پوریا. این خیلی ایزیه حاجی. این چپی است حاجی. این اگه درست بگی واقعا خیلی خفن گفتی. 4-3 پوریا پوتک. قشنگ به تکست و بیت فکر کن که میخوای برای من بزنی که دقیق یا ابوالفضل. اصلا یه دنیای دیگه خیلی سخته ولی چپ. وسط. چپ. آره راست میگه. نحوه لپاش چپه. راست میگه. وای 3-3 این هنوزا. همون 4-3. 3-3 الهی دورت بگردم. 4-3 داداش. خیلی آسونه آخه این. دخترها تغییر پذیرن. ببین این دختر پوستش سبز است. چپی است. دخترها چی هن پوریا جان؟ نه ریدم. این راستی است. راسته آره. راست راست ولی پوستش سبز است. شاید چپیه باشه. بله. نه درست گفت. وا این بده. خب این بده ولی به قطع سمت راستی است. به قطع. اوکی راست. یعنی سیسو نحوه شونا. نمیدونم شاید هم وسطی باشه. وای گفتم شاید هم وسطی باشه. ای خدا 4-4. ای خدا وای خیلی سخته. نه الان آسون شد. وسطی است. چه قنبلی. خیلی گوگوله. وسطی برو بریم. ولی خیلی تابلو بود. خیلی تابلو. هنوز همون شکلیه. وای چقدر هم شکل راستی است هم شکل چپی است. دهنت سرویس موین. ببین وسطی که قطعاً چی شبیه وسطی هم هست. آره آجی اصلا خیلی سخته. فکر کنم اینو بگی میشیم 5-4 به نفع من. 4-4 ما موین جون. 4-4 آره. من میخوام خیلی تخصصی برم تو داستان. اگه بخوام روی مو بگم سمت چپی است. خب سمت چپیه که فره مو اون که نه داداش جنس مو ستونم. جنسش چیه؟ موه دیگه. جنس و رنگ مو ستونه گنگ. اینو بگو. وسطی. به قطع. من خیلی دخترها رو خوب میشناسم. باریکلا. 4-4. آره بله بایدم بشناسی از موزیک ویدیوهات که قرار بیاد تازه که به زیله یه تیکش رو بهم نشون داده. یا ابوالفضل یا خدا به اون موزیک ویدیو. یه دور به خاطرش تو کوچه خوابیدی پخش نکردی دوباره سر پخش و بری تو کوچه. تو یا من باید بگم خیلی آسونه. آره منم. یه ضرب ببین چپ. آفرین. مساویم تا الان. گولت زدم. 5-4 حاجی برو بریم. عزیزم خدای اشتباه بگی نه بابا این چپ. بله با اینکه میدونم وسطی هست به دلفاق میکنم. ای وای من عقب که میافتم استرس میگیرم. 5-4 نمیتونه. وای این چرا من آخه همچین چیزی رو باید بگم. از این آسونتر. بودا دیگه حاجی بگو راستم. اوکی چپ. شیش چهار. حرف من؟ نه 6-4 به نفع من.
شکل امیر عباسه. راست راست که میگفت کچلیک. کچلیگاره راست راست. خسته نباشی. سلامت باشی. خیلی زحمت کشیدی واقعا اینو گفتی. ایول. میخوام کلاچ کنم پوریا پوتک. آجی خیلی گناه داری. نگاه کن این سه تا انگار هر مچون یکی ان. چرا رنگ ماتیکا همه یه شکله؟ اوه فهمیدم وسط. وای چپیه است دهن تو سرویس. بابا خیلی آسون بود. 8 بنج فقط 6 داره. زود بگو. چپ یس. چجوری اینو بگه بنده خدا؟ پسرا چه تغییر شکل و حاجی اندامی راسته یا میدن. چپ آقا چپ وسط. یس. برو بریم پوریا اشتباه باید بگی. وای بریم. اشتباه بگو. اشتباه راست بگو. راست لالا. راست 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 راست. وای یس. 8 چند 8 با این بده. این خیلی بده. ببین یه راهنماییت کنم وسطیه نیست. چپ. چرا گفتی وسطیه نیست؟ میخواستم بگم وسطیه اما قبول نیست. قبول نیست. همون این هشفتیم. قبوله. گوش کن من اینو قبول ندارم. باشه همون هشفتیم دوتای بعدی رو من میگم. قبوله برو بریم. حاجی راستیه پوبون. چپ. آره من میگم وسط. اوکی 8 بعدی رو غلط بگم باختم. خدایا شکرت. چقدر وای دختره عزیزم استاپ کن. وای بابا چپیاست یا راستیه؟ راست نیست وسطی هست پوریا پوتک. وای نه پوریا 8 شدیم ولی تو بازنده محسوب میشی. اینو قبول کن. اوکیه اینو قبول کن. یه دریل برات مینویسم اوکیه؟ بیتشو کی میزنه؟ الکونویز بچه ها میدم بزنن. خیلی باحال بود بچه‌ها. دمتون گرم. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. باز اگه چالش‌های این مدل‌های مختلف چیزی به ذهنتون میرسه حتما تو کامنت‌ها بگید. با پوریا حتما میگیریم. لایک کامنت سابسکرایب منو پوریا هم یادتون نره. ویدیوهای مشترک منو پوریا هم یادتون نره. کانال پوریا رو که همتون دارید ولی این پایین به هر حال هست. برید اون ترای نات تو لف با مجازات سم حتما ببینید. خیلی دوستتون داریم.